تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام علیکم و درود بر شما شنونده گرامی. شما را به شنیدن بخش نوبتی از پادکست گنج شایگان خیر مقدم میگویم. موضوع نوبتی ما از سلسله آیین مداراست که در بایگانی رادیو آزادی یکی از قسمت‌های خیلی پر غناوت و ثروتمند را تشکیل می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توجه کرده باشید روزها و هفته ها و ماه های اخیر هرچی بیشتر نام تاجیکان را در کنار کلمه های وحشت افکن، تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، داعش و غیره به زبان می آورند. و البته این مجبور میکند، البته از چندان به سبب هم نیست، هرچند شاید خیلی زیاده از آنچه هست شعار افکنده می شود، زیاده از آنچه هست گفته می شود. به سبب نیست، چون تاجیکان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دوباره به احیای سنت های دینی خود برگشتند و یک دوره بود که روحانیان زیاد به صحنه آمدند و هر کدام با اندیشه های گوناگون، با دید و زاویه های مختلف توانستند که یک نوع تلاطم دینی را در میان عقل ها و ذهن ها به وجود بیارند و در همان دوره بود که این برنامه آماده شد. چرا ما میخوایم بار دیگر آن را به سمع شما رسانیم؟ اولا برای اون نسلی شنونده هایی که شاید در آن وقت نشنیدند، ثانیاً این برنامه در شبکه اینترنت موجود نیست، به این وسیله با واسطه این پادکست میخواهیم که آن در اینترنت دسترسی همگان باشد و چهارم طوری گفتم به سبب آن که هرچی بیشتر نام تاجیکان در رابطه با حمله های تروریستی ذکر می شود. اینجا خواهیم دید که بازگشت سنت های دینی به جامعه تاجیکستان در چی حال و هوا، در چی فضای به میان می آمد. طرف دیگر مسئله این است که در این مدت دولت تاجیکستان، حکومت نتوانست شرایطی را به میان بیارد که جوانان بتوانند از دانش‌های واقعی اسلامی برخوردار شوند. بیشتر آنها با گرفتن برخی از دانش‌ها بعد از 18 سالگی در مساجدی که روحانیان طوری گفتیم گوناگون اندیش امامتی می‌کردند آمدن به روسیه و در روسیه آزادی کامل یافتند، آزادی آنکه به هر مسجد خواهند روند، هر کتابی خواهند خوانند، هر دانشی که خواهند آموزند و دنبال هر رویه مذهبی و دینی که خواستند رفتند و در نتیجه در این میان البته یک بخش از آنها تومه تندگرایان اسلامی شد، تومه خدمات جاسوسی و خدمات مخفی کشورهای گوناگون که در نتیجه عاقبتش ما امروز میبینیم. آیین مدارا، دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام و درودی به پایان دوستان ارجمند. از ملا حیدر تا حاجی میرزا وضع دین و دینداری در کلاب چگونه است؟ مومین احمدی هستم. در این نوبتی برنامه آیین مدارا شما دوستان عزیز را از کلاب همراهی میکنم. امید دارم خوب و خوش باشید و نظرات خود را در پی متن این برنامه در وبسایت azadi.org دریغ ندارید. www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه آیین مداراست که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در دوران شوروی که تاجیکستان نیز جزئی از آن بود، در منطقه کلوب در برابر دیگر مناطق کشور مسجدها تخریب شده یا آنها را به دکانهای فروش مواد نیازی مردم و یا به نام به جایهای جمعیتی تبدیل داده بودند. ساکنان تقوادار زیر تعقیب و تهدید قرار داشته بر راههای پنهانی در منزلهای خود اعتقادات دینی خود را تا قدر امکان به جا می آوردند. اعلان بازسازی در نیمه سالهای 80 عصر گذشته مردم را دوباره به دین و بنیاد مساجد در این منطقه واداشت.
نخستین پیشوایان روحانیانی که در منطقه به ساختمان مسجد شروع کردند مولا عبدالرحیم و مولا حیدر بودند. عبدالصمد غیرت یک کارشناس محلی میگوید حرف این دو روحانی در منطقه آخرهای سالهای 80 و اولی سال 1990 برای ساکنان شنیدنی بود. موعظه های آنها میان مردم محبوبیت خاص داشت. اما جناب عبدالصمد میگوید با شروع جنگ شهروندی میان این دو روحانی اختلاف نظر روی داد و اکثر ساکنان کلوب را با پیروان این دو روحانی که در موعظه هایشان از یکدیگر شدید انتقاد میکردند قسمت کرد. حاجی حیدر شریف زاده زمانی که مردم منطقه را گردی هم آمدن به میدان آزادی دعوت نموده مولا عبدالرحیم را پیروی مذهبی وهابیه عنوان کرد. جناب عبدالصمد در رابطه با این عملکرد دو روحانی سرشناس منطقه کلوب میگوید قواهای بیرون مملکت قوای بیرون کشور بودن که همه چیزا استفاده کرده تانستان تا حاضر نتیجه همو جنگ و همه خشونت‌ها را در همه بین اختلاف دو روحانی میبینن. پس معلومه که در بین در گردن همین دو روحانی زدن تا حاضر نظرشون همونه که اگر همین جنگ همیو نمیداختن کشور ما خیلی بود، کشور ما پیش میره. اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن سالها را خیلی خوب در یاد دارد. او میگوید مولا حیدر و مولا عبدالرحیم از جانب گروه‌های منفعت‌دار مورد استفاده قرار گرفتند و چون مردم به دنبال آنها رفته منفعتی ندیدند ایشان آبروی خود را به پورگی از دست دادند. اما سید عمر حسینی معتقد است که استفاده روحانیان در اختلاف اندازی میان مردم عملی تحریض شده بیش نبود. ولی به جمله من میتوانم بگویم که مولا حیدر و مولا عبدالرحیم اینها یک بهانه ها بودند. این کار به دست اینها هم نبود. کار از بسیار جای خیلی بلند طرحریزی شده بود و بالای این مردم و این ملت تحمیل شدند و درست است که اینها بعضی از اون افراد خیلی پایانی بودند که کمی به اون نقشه بالا کمک رساندن. دیگر همین بود. برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. کارشناسان حاجی حیدر شریف زاده و مولا عبدالرحیم را از شمول آن روحانیان عنوان میکنند که بیشتر در موعظه هایشان مسائل سیاسی را استفاده میکردند. با این دلیل به قول ایشان آنها مقام و مرتبه قبلی خیش را به پورگی از دست دادند. اما حاجی حیدر شریف زاده در آخرین مصاحبه خود با آزادی که آن را آخرین مصاحبه عنوان کرد گفت که همکنون از سیاست پورا کنار شده است و هیچ حرفی در موعظه هایش از سیاست نمیگوید و همکنون او پورا از سیاست کنار رفته است. حاجی حیدر شریف زاده گفت امروز گفتمان دیگر کردارمان دیگر این مردم یعنی باز به همون راهی که یک بار این را در خون آغشته کرده بودیم با همون را برده ایستادیم. دشمن اگر هیچ کمبودی تا نیافت میگه که دم بیساگت کجایی. هیچ کس پیش ما را گرفتگی نیست. فقط ما عقلم نمیگرفت که این آدم میلت خودش اکد داره بکشه. مادامی که دست به کشتار زدن ما دیگر خدمت ارلش نکردم. مقصد سر که ما خواهش میکنم که دیگه یگان ژورنالیست چون که ما سین سالم رسیده باید ما از سیاستم دور باشم از همه چیز دور باشم. ما او عقیده مذهبی که پیش میبرم معنا نداره که در گزیت برار میشه و در ژورنال برار میشه معنا نداره. ما هم مذهب ده که هستم تا وقتی هستم همون مذهب ده سوار رفتن میگیرم. همکنون در شهر کلوب 5 مسجد بزرگ نماز 5 وقته درهای خود را برای نمازگزاران باز کرده است. طی 10 سال اخیر چهره های روحانی دیگری در محل پیدا شده که بیشتر با موعظه های اخلاقی خود محبوبیت پیدا کردند. دامولا خالمراد، دامولا محمدالله ایشون عیسی محمود و حاجی میرزا از این قبیل روحانیانند. دلشادی نظیرمد یک ساکن کلوب میگوید موعظه روحانیان به مردم محل تأثیر ویژه خود را گذاشته است. با گفته او محض همین موعظه های روحانیان بود که در کلوب تعدادی دزد و نشأمند به مراتب کاهش یافته است. اما مثلا در بسیار حالت ها امر معروف یا شخصانی که امر معروف میکنند اما هم تاثیر خود رو مثلا با همین جوانو با هم تو رسوندن میتوند و بنابراین من فکر میکنم که همچون یک دستگاه ایدئولوژی برای مثلا پیشرفت جامعه اونها رو استفاده کردن بسیار خوب است به فکر من. اما با این وجود شیرینجان سفرزاده یک کارشناس میگوید روحانیان مقامی کلوب حالا هم بیشتر در موعظه های خود به خرافات و حدیث های دور از واقعیت تکیه میکنند در حالی که با گفته او ده ها مسائل بحث طلب و با منفعت جامعه وجود دارد. در همین امر معروف ها در همین جمع ها گفتن
روایت ها در آن است که هر یک دوملا، هر یک پیشوای دین در مسجد خودش روایت های گوناگون را استفاده می‌کند، دیگر روایت را استفاده می‌برد و رهگمی مردم از آن است که هر کس از همون پیشوای خودش گپ پیشوای خودش را باور می‌کند و از پای همون گپ می‌رود. یک مثال عادی می‌گیریم، با سر پوشیده یعنی با توقی خواندن نماز و یا به توقی خواندن نماز. فقط در شهر کلوب الکی در دو مسجد دو نظر است. حاجی میرزا و دیگر نزدیکانش بر آنند که در وقت نماز خواندن سر پوشیده بودن شرط نیست، یعنی توقی داشتن شرط نیست، میتوانی نمازت را بخونی همینطور. ولی در مسجد دیگر که پیشوای آن مثلا حاجی دوملا حیدر است، او قطعیاً دیگر دلیل و ارقام میارد که گویا به توقی خواندن تماما نماز درست نیست. محمد شریف نبی یک روحانی دیگر جای داشتن چنین خرافات و حدیث‌های ناصحیح را در میان برخی روحانیان تصدیق میکند. جناب نبی میگوید اصل اسلام را با مردم نگفتن میتواند مردم را به گمراهی برد. به گفته او پیروی جوانان با جریان‌های تندگرایی محض ثمره خدمت خیرسانه چنین پیشوایان دین است. از سوی دیگر با گفته او تعلیم اسلام در مکاتب میانه حال حاضر خیلی مهم به نظر می رسد. وقتی که مثلا انسان یک ناآگاهانه و یک راه می رود او خطرناک است. وقتی مثلا آگاهانه میره با او راه مثلا دانسته شکلی که مثلا زدیم با مثل یک راننده هر یک انسان کدام راهی باشه کدام چیزی باشه باید حتما از علم او برخوردار باشه. وقتی از علم برخوردار نیستیم ما اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امید اون نشیم که مثلا مسجد های ما امروز مالامال نمازخانه هستند و اکثریت نمازخانه دین فقط از نمازخانه عبارت نیست، چون که تکرار هم شد مثلا عقیده مردم عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه بر بگردند. دیگه عقیده اصلی دینی که نیست میتونن که مثلا هر کس از این راه منحرف کنن و بتونن که به سوی خودشون هر کس جلب کنن. ظفر میرزاییان یک دانشمند تاجیک از موعظه‌های روحانیان مقیم کلاب در مورد ارزش‌های ملی اظهار نگرانی می‌کند. میرزاییان میگوید اکثر روحانیان دانسته و ندانسته ارزش‌های ملی را حقیر می‌دانند. با گفته او طی 5 سال اخیر روحانیان ضد نام‌های تاجیکی به مثل جمشید و کیومرز، خورشید و بهرام موعظه می‌کنند و این نام‌ها را اسم اهل کفر دانسته به پیروان خود تلقین می‌کنند تا از گذاشتن چنین نام‌ها به فرزندان خود پرهیز کنند. میرزاییان میگوید دست میزنم به تقریبا نام جمشید، رستم. جمشید افتخار ملت تاجیک است، رستم این قهرمان ملی تاجیک است. این رستم نمیدونم خوب این قرقیزها یک قهرمان دارن، منص را با آسمان هفتم میبرن. این قهرمان ملی است که بر اساس رستم باید تربیت کرد جوانان را در غرور ملی و وطن پرستی. اینا میخوان این نام ها را تغییر بدهند. شنونده های عزیز، برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در این لحظه برنامه با پای صحبت حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان می نشینیم. حاجی میرزا ابران و فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان بوده. از سال 2003 تا کنون در مسجد محله هلال احمر وظیفه امام خطیب را به عهده دارد و او هر هفته 1 ساعت پیشتر از شروع نماز جمعه به مردم وعظ میگوید. موعظه های او را در دیسکنوارهای مذهبی به فروش گذاشتند. سال 2007 کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیک فیلم دیسکنوارهای مذهبی او را در قطار دیسک‌های ایشان نوریدین و همچنین فیلم‌های ترغیب کننده فحشا و تروریسم سوزانیده بودند. در این صحبتی که با حاجی میرزا داشتیم نخست از او درباره وضع دین و دینداری در منطقه کلاب سوال کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وضع دینی و حالت دینی در بین مردم کلاب الحمدلله که باز نگاه بنده در یک حالتی گوییم خیلی خوب الحمدلله که قرار دارد. وقتی میبینم که در بین مردم خیانت کم است، در بین مردم دروغ کم است، در بین مردم از حرام ها از زنا کردن و از حرام خوردن وقتی مردم سوال و جواب میکنن و دوری میجوین و میبینم که در صف نمازها کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم. پس به همین گمان من که انشالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلاب الحمدلله که
وجود دارد. در مسجد شما اصلا صف نمازگزاران رو کدام طبقه جامعه تشکیل؟ البته در نمازهای 5 وقته و در نمازهای جمعه خدا را شکر که خیلی نمازگزار داریم و اکثر اینها جوانها هستند. میان سالها هم وجود دارن، پیران سالها هم وجود دارن، ولی البته اکثریت از جانب جوانها هستن. خب شما برای تحصیل نمودن جوانان در کجا توصیه میدهید که خوبتر است بیشتر مثلا اسلام ناب رو تعلیم میدهید؟ در مسئله تعلیم اصلا خود چگونه که پیامبر گرامی در حدیث‌های مبارک هم خبر دادن طلب العلم فریضه علی کل مسلم، یعنی هر یک انسان باید که صاحب علم باشد. پیامبر گفتن حتی اخذ عالما او متعلما، دوست می‌دارم که تمام بنده های خدا صاحب علم باشد. جوانای ما اگر خواهند که با کشورهای خارج رفته و مثلا در اونجا تحصیل کنند، اول در همین جا یک پایه در خود تاجیکستان داشته باشد، علل خصوص تعلیماتی مذهبی حنفی و در اینجا یک معلوماتی گیرن، حتی اگر پره هم نگرفتن نیم پره هم گیرن، یک شناسایی به همین مذهب و به همین عقیدت شناسایی پیدا کنن، بعداً میلش بگذار اگر کجایی که روان تحصیل کنن دیگه برای اینا یکون خوف و خطری نیست. راستی بار من یک بار همین قید کرده بودم که من خواهان او هستم که در همین کشور ما مدرسه ها وجود داشته باشد که مردم ما از همین جا تعلیم گیرد، اگر به خاطر خدا باشد، خب برای آخرتش باشد، همین علم همون علمی هست که در کشورهای خارج میگیرن. بسیار گویم که انگشت ندامت میکزی ولی دیگر برای تو فایده نمیبخشد. برخی میگن که روحانیان در موعظه های خود بیشتر مثلا از خرافات هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟ اصلا واعظ کسی که موعظه میکنه، گفتی ابولیث سمرقندی، باید دارای 5 چیز باشد. یکم عالم باشد، دوم در گفته خودش عمل کننده باشد، سوم صبر کننده باشد، چهارم در حالتی که موعظه میکنه در موعظش سخنهای گویم که قبیح، سخنهای درشت از اینا دور باشد. اینها اگر در کدام انسانی که باشد همین گفته های من، پس او حق موعظه کردن دارد. پس همین خرافات و بدعت و شرکیات هم کسانی استفاده میبرند که عالم نیستند. گویا که شما اسم های جمشید، رستم و دیگر رو کفر گفته باشید و تجلیل نوروز رو هم مثلا کفر اعلام داشته باشید. نه، من راستی بار با کفر کسی را هم راستی بار حکمم نکردم و حکم کفر گفتنم با کسی هم ندارم. از این خاطر من فقط دلالتم بر همین بود که وقتی پیامبر گرامی که مبعوثی با پیامبری شدن، نامهای مردم هر خیل نامهایی بودن، ولی من حقوق دارم که اونچه که از حدیث پیامبر است با گوش مردم رسانم. همه اینها را همچون یک ایده های ملی ما میشماریم، همچون ایده های ملی میشماریم، ولی اینها گویم که در دین اگر همچون اید گفته اگر اینها را ما قید کنیم، اینا در دین وجود ندارند. با تشکر از حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان، دوستان عزیز این نوبت برنامه اوینی مدارو رو پایان میبریم. تا این لحظه با شما در این برنامه مومین احمدی بودم، اما فراموش نکنید تلفن های ما در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه 701 1005 و 701 1006 است. با ما تماس گیرید. خدا حافظ. همین بود برنامه‌ای که خواستیم در این بخش از گنج شایگان به توجه شما پیشکش کنیم. اگر فکر و عقیده دارید در زیر آن برایمان بنویسید و همچنین علاوه میکنم که این موضوع چندان ساده هم نیست که با یک یا دو برنامه آن حل شود. این موضوعی است که با سالها مردم تاجیکستان را به فکر و اندیشه و حادثه های گوناگون پیوند خواهد داد و امیدواریم که به سوی نیکی و خوبی و به سوی دانش های عمیق و واقعی کشاند و جوانان تاجیک را از کجراهی افراطگرایی و تروریسم و تندگرایی باز دارد. سپاس که برنامه را شنیدید. در پناه خدا باشید. در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.